قرآن برادر یک چیزی عجیب است، یک معجزه عجیب است. بیاید اکنون تفسیر کنیم آیات رو کم کم جمله به جمله و کلمه به کلمه. تبت این دعا هست. مالش، منصبش، داراییش چی فایده کرد برای ابو لهب؟ به چی؟ به علامت سوال. به زودی به آتش شعله‌ور داخل می شود. یعنی که تیز. بیاید اکنون تفسیر کنیم آیات رو کم کم جمله به جمله و کلمه به کلمه. نه همشه بلکه کلمه تبت یده. بین برادر عزیز، تبت این دعا هست. دعا یعنی که الله تعالی بین این قرآن برادر یک چیزی عجیب است، یک معجزه عجیب است. قرآن است که شروع میکند به هجوم. چون که این پیغمبر رو هجوم کرد، پیغمبر درخشان که باید بیزد بین جمعیت شرمنده کرد که قرآن هم با هجوم سکر که تبت مرد هلاک شود، وای بر ابو لهب، تبت یده، دستاش مرد، دستاش خشک شود. چرا که به این دستانش ابو لهب علنگه میموند، زیر پای پیغمبر خار میموند، پیغمبر بسنگ میزد، خونشار میکرد، پاهاشون دستاشون خونشار میکرد. بنابراین قرآن هجوم که سر کرد. ببینید دیگه سوره های برادران سرشمیشه این سوره ببینید یک سوره است که به هجوم. بله، هلاک بود دستان ابو لهب که رسول الله صلی الله علیه و سلم را اذیت میداد و هلاک شد خود او. اینجا ببینید هلاک شد. همین بین کلمه تبت کتی و تب هر دوش یک چی هستن، ریشش از کلمه چی هست، هر دوش که یک چی هست ریشش. اینجا با خدای تعالی دعا کراز، اینجا با گفتاست که خبر داده و شد همه خیلی در حقیقت هلاک هم شد. تبت یده، هلاک بود، مرد ابو لهب و مرد و هلاک شد. یعنی که خداوند میدوند که گذشته آینده که به تاکید گفته است که خبر داده است که در حقیقت مرد، هلاک شد، نابود شد ابو لهب. هم دعای بعد هم خبر از اون که همون دعای بعد چی شد؟ نامه عملت باشید. تبت ید ابی لهب و تب مرد وای هلاک شد، وای برطرف شد، زنده بود و مرد الکه. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. ما اغنى عنه ماله، یعنی که مالش فایده نکرد بیا. مالش، ثروتش، داراییش، خانه‌هاش، خدمتگاراش و ما کسب گفتن که فرزندانش و منصبش و ابروش و چیزی که در مکه داشت براش فایده نکرد. این یکم تفسیرش است. دویم تفسیرش میگن که ما اغنى عنه ماله و ما کسب به معنای سوال آمدگی است. مالش، منصبش، داراییش چی فایده کرد برای ابو لهب؟ به چی؟ به علامت سوال. یعنی که ما اغنا دو معنا داشته است برادر. یکمش گفت که فایده نکرد، دومبر گفت که چی فایده کرد این چیز برای وای. بعد هم میگن که دو پسرش مسلمان شد. بعد این همه دشمنی سرسخت بود، جنگ اطلاعاتی ضد پیغمبر که پیشواش بود، سردارش بود، لیکن بعد مردنش عتبه کتی معتب هر دو پسرش آمدن، پیامبر صلی الله علیه و آله با خوردن، اسلام قبول کردن، مسلمان شدن. پیامبر صلی الله علیه و آله گفته که آدم‌ها رو نماز و اینا رو آزار نده، مقصد پدرش در حقش گپ نزنه. ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. به زودی به آتش شعله‌ور داخل می شود. یعنی که تیز. چون که خیلی می‌دونیم این دنیای پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث گفتن که بین عمر امت من و بین آخرت مثلی بین عصر و شام است. برای من الله تعالی کلمه بزودی استفاده کرد. بزودی و به امام طاهر ابن عاشور میگن که سیصلا برادر عزیز به معنای کباب شدن است. میزربه، بریان شدن، زیربان شدن ابو لهب در اینجا در نظر دارد. سیصلا نارا ذات لهب، یعنی که به آتش دارای علنگه داخل کرده شده و میزربه و بریانده می شود. تصور کنید که آدم بریان برای چی؟ یعنی وعده ای که این وعده برای در قیامت شده است برای همین ابو لهب. بله. از این پس یک دیگه یادآور شیم برادرم کلمه ما اغنى عنه ماله و ما کسب، یعنی که مالش ثروتش فایده نکرد. ابن مسعود رضی الله عنه میگن که
ابولهب میگفته است که هیچ گم نیست از این جیری من خیلی گم بزند آخرت میگوید من آخرت برفتم که همین مال و گوسفندم پول و طلا من فایده میکرد ما همونجا هم گفت از که امتحان بگذارم نعوذ بالله خیلی فکر میکرد برای الله تعالی همین تاکید کرد مالش چی فایده کرد که گفت اون شطورات و اون پول تو تجارت تو برای چی فایده کرد خب اکنون برادر عزیز می شود درباره زنش به زنش گذاریم کنی در آیت دیگر یک دقیقه برادر انا ببینید که اگر اکمل جان ما اگر به زبان حاضر مثلا فهم بچه همه خوب بعض انسان‌ها که گوش میکنن همین سوره میدونید ما چی میشد نام سوره که با ابولهب و زن ابولهب پرونده جنایتی کشد هم پرونده جنایتی کشد هم یا بار حکم ابد داد هر دو یعنی که اگر به اسلام تفسیر شد قتل ابدی ابدالابد یعنی که حکم ابدی یک بار داد الله تعالی یعنی که این پرونده جنایتی زن و شوهر که به هم همدست بودند و هم مسلک بودند در دشمنی علیه پیامبر الله تعالی این پرونده هاشون برای ما گفت که نه از چی عبارت است و یک بار حکمش هم زد امضاش هم مهرش هم مان گفت که ابولهب چی است جوش است بعد زنش به خودش همراه کرد ابولهب گفت که و امرأته حمالة الحطب و زوجش زنی که هیزم درآید هیزم کش شود حمالة الحطب برادر عزیز گفتن که ظاهرا خیلی حمالة الحطب این چی است هیزم کشی است برادر لیکن بعضی گفتن که اینجا حمالة الحطب معنیش گپ کشانی هست گپ سخنچینی است که بین مردم به همین چیز این زنک مجبور بود برای همین چه کردن خداوند نامش حمالة الحطب یا اینکه زیر پای پیامبر صلی الله علیه و آله هیزم اینجا به معنی خورم میبرد میموند چون که پیامبر صلی الله علیه و آله بوره خور گردن کرد پاشون به خور دارد تصور نکنه که برادران که گوش کنید اون زمان پتینگه ها نبود این توفلی ها نبود این گویم که سپاشگاه ها نبود که پای آدم از این چیز امین باشد اون زمان بیچاره ها از همین گویم که شاخ خرما از کو از همون میبافتند و از همون برای خودشون وای میکردن پای افضل همون چیز که تی اگر خور مانیگر و شکافیاش میدونید که اونجا در جزیره عرب جایی نبود که خیلی ترقی کرد نعل نداشت نعل نبود زیر پای ویزون همون چی که بودن همون علف همون لیف خرما پیشانه چی میکردن برای همین میشه حمالة الحطب موندن با این چون همین طاهر ابن عاشور در تفسیر همین آیات میگن که برادر بین تا چی درجه الله تعالی ابولهب خور زور کرد که در دوزخ ابن کثیر هم گفتگن طاهر ابن عاشور هم میگه که همین حمالة الحطب معناش این است که زن ابولهب هیزم میگیرد میبیاد شوهر خودش دوزخ و عذاب بماند تگش کنه الله پاک است یعنی که همین چیز تصور کنه که این هر دوش در دنیا و هم مسلک بود برای دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و آله در آخرت الله تعالی اینش خور کنه به دست اینش عذاب میده ابن کثیر طاهر ابن عاشور گفتن حمالة الحطب یعنی که هیزم تصور کنه زنی که به حق مهربان بود به شوهرش میبیاد و زیر شوهرش چی میموند هیزم میموند شوهر خودش میسوزه با علنگی وقتی خودش هم میسوزه با الله تعالی گفت و فی جیدها حبل من مسد فی جیدها یعنی که در گردنش گردنبند از مسد است یعنی که مسد همون شاخی و لیفی که از خرما میگیرن پیش ارغمچین بکرن همون گردنش موندن لیک و با آتشین است همون ارغمچین های آتشین برای هیزم جمع کنی در دوزخ استفاده میبرد تصور کنید هیزم های آتشین ارغمچین آتشین در گردنش با چیز آتشین خودش میرود هم خودش هم شوهرش اونجا سوزوندن میگیرد